غذای مشهور چینی را به بینندگان ما بگوین، چون ما شما خب کشور ما همسایه است با هم دیگه، بعضا مشترکات فرهنگی و مشترکات از لحاظ بعضی چیزا ما شما داریم. میشه که یک غذای مشهور چینی را نام بگیرین و کم معلومات بدین. صحیح. چینی مثل یه دونه مدل غذایی مثل گیاوز. افغانی چی میگی؟ افغانی مندو. افغانی یعنی خیلی خوش هست مثل برنج، یعنی دیگه به یعنی کالایی. همه چینی همه خوش هست. من شما نمیشناسید یعنی مثل چیناتان زیاده، خارجی زیاده چینی آمدن اینجا. من به نفع گرفته به اینجا کباب یعنی کالایی، اون کلش خوش گفته، خیلی خوش مزه. خیلی خوش مزه. بسیار خوب دوستان. البته جناب یو برای ما گفتن که